اگر در حال تحمل سختی و رنج هستی تا به مقصد و هدف دلخواهت برسی و انگیزه و امیدت کمرنگ شده، این ویدیو رو ببین، چون میخوایم در مورد تحمل سختی و رنج‌های فردوسی بزرگ به نکاتی اشاره کنیم که حتما به تو هم کمک خواهد کرد. حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر بزرگ ایرانی، نمونه‌ای بارز از تحمل رنج و سختی برای رسیدن به اهداف بزرگ و ارزشمند است. او با اثر جاودانه شاهنامه نه تنها در احیای فرهنگ و زبان فارسی نقشی بی‌بدیل ایفا کرد، بلکه با تحمل مشکلات فراوان نشان داد که برای دستیابی به اهداف والای زندگی، پذیرش سختی‌ها و ادامه دادن در مسیر پرفراز و نشیب ضروری است. در ادامه چندین مثال واقعی از سختی‌ها و تحمل فردوسی در برابر آنها مطرح می‌کنیم که می‌تواند انگیزه بخش ما نیز باشد. شماره 1، فقر مالی. یکی از بزرگترین مشکلاتی که فردوسی طی زندگیش با اون مواجه بود، مشکلات مالی و فقر بود. او که در ابتدا از خانواده‌ای دهقان و نسبتاً مرفه بود، برای تکمیل شاهنامه تمام ثروت خود را صرف کرد. این مشکلات مالی به حدی بود که فردوسی در پایان زندگی خود به شدت فقیر شده بود. گفته می شود که او حتی قادر به تأمین هزینه‌های روزمره زندگی خود و خانواده‌اش نبود و مجبور شد تنها دختر خود را بدون مهریه ازدواج دهد، چرا که به دلیل فقر شدید توان پرداخت آن را نداشت. او حاضر بود برای تکمیل شاهنامه که دقت کنید 30 سال زمان برد، حتی از برخی حقوق طبیعی خود و خانواده‌اش چشم‌پوشی کند. شما هم اگر در مسیر ارزشمند خود هستید، بر مشکلات مالیتان صبر کنید. البته حتما باید هدف بسیار ارزشمندی داشته باشید و آن را آگاهانه و با دقت انتخاب کرده باشید که ارزش این تحمل و صبوری را داشته باشد. شماره 2، تنهایی و عدم حمایت. فردوسی به معنای واقعی تنها بود و هیچ کس اون رو حمایت نمی کرد. نه دوستان و آشنایانش، نه جامعه فرهنگی و ادبی و نه حتی دربار محمود غزنوی. بسیاری از همدوره‌های او به دلیل مشکلات اقتصادی یا وابستگی به دربار قادر به درک عظمت کار او نبودند و از او حمایتی نمی‌کردند. همچنین چون فردوسی با وجود محبوبیت شعر عربی در آن زمان تصمیم گرفت اثری به زبان فارسی و بر پایه اسطوره‌ها و تاریخ ایران خلق کند، جامعه ادبی و نخبگان زمان او نه تنها حمایتش نکردند، بلکه او را نادیده هم می‌گرفتند. عدم حمایت از محمود غزنوی نیز قلب او را بسیار سوزاند. وقتی پس از تکمیل شاهنامه به دربار محمود غزنوی مراجعه کرد، به جای تقدیر و پاداش شایسته، تنها مبلغ ناچیزی به او داده شد که بیشتر توهین بود تا قدردانی. و این بی احترامی یکی از بزرگترین ضربات روحی به فردوسی بود. با این حال او با وجود این ناامیدی ها هرگز از کار خود پشیمان نشد و از هدف خود دست نکشید. شماره 3، بیماری و پیری. فردوسی در اواخر عمر خود دچار بیماری و کهولت سن نیز شده بود، اما همچنان به تکمیل شاهنامه پرداخت و تا آخرین لحظات زندگی خود به کار بر روی این اثر عظیم ادامه داد. این نشان می‌دهد که او حتی در برابر مشکلات جسمی و سختی‌های ناشی از پیری نیز تسلیم نشد و با اراده قوی به هدف خود وفادار ماند. در تمامی این مشکلات یک ویژگی فردوسی تونست از همه این مراحل اون رو عبور بده. اون هم صبوری مثال زدنی جناب ابوالقاسم فردوسی که برای رسیدن به هدف ارزشمند و والاش حاضر شد بعد بسیاری از مشکلات و رنج‌ها در طی زندگی صبوری به خرج بده. فردوسی بیش از 30 سال از عمر خود را به سرودن شاهنامه اختصاص داد و در طول این سالها با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کرد. با این حال او هیچگاه عجله نکرد و به مرور زمان و صبر و استقامت اثری خلق کرد که به یکی از بزرگترین آثار ادبیات جهان تبدیل شد. این درس به ما نشان می‌دهد که کارهای بزرگ نیازمند زمان و صبر هستند. در دنیای امروز که همه چیز به سرعت پیش می‌رود و افراد به دنبال موفقیت‌های فوری هستند، فردوسی به ما یادآوری می‌کند که برخی از دستاوردهای بزرگ تنها با گذشت زمان و تلاش مداوم به دست می‌آیند.
صبر و پشتکار دو عنصری هستند که در هر موفقیتی نقش اساسی ایفا میکنن. امیدوارم شما هم مقصد ارزشمند زندگیتون رو طراحی کرده باشید و با توجه به نکاتی که گفتیم بتونید در مسیر رسیدن به مقصدتون بر سختی ها و رنج های مسیر تحمل کنید و صبوری کنید. اگر این ویدیو براتون کاربردی بود لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو برای دوستانتون ارسال کنید. امیدوارم حال دلتون خوب باشه، سالم و سلامت باشید و خوشبختی واقعی رو لمس کنید.